با سلام خدمت بینندگان محترم. دستگاه CNC شرکت داخلی رو داریم با مشکل عدم روغنکاری و تعویض ابزار اتوماتیک و همچنین موقعیت پارک ابزار. در خدمتون هستیم. بازدید از مفاصل انشابات روغنکاری انجام شد و قسمت هایی که نیاز به تعویض داشت رو برای مشتری عزیزمون تعویض کردیم که در تصویر مشاهده میکنید. همچنین مدت زمان روغنکاری نیز به روغندان مرکزی دیجیتال داده شد. در حال تنظیمات پارامتریک تورسچنج هستیم و همچنین تنظیمات در قسمت پارکینگ ابزار که نیاز به این داشتیم که چندین بار از این دستگاه ما تست‌های اولیه رو بگیریم و همچنین بعد از تست‌های اولیه اومدیم پارامترهای مورد نظری که به دست آورده بودیم رو در این دستگاه و تنظیمات قرار دادیم و بعد از پایان کار نیز تست نهایی رو گرفتیم. و در پایان بعد از تمامی تست‌ها و تنظیمات دستگاه رو تحویل مشتری عزیزمون دادیم. ممنونم که تا پایان ویدیو با ما همراه بودید. بدرود.